بابای آجی با طریق تلفن با همسر خودت صحبت کنی و جنابت یا جنوب شوی، همینجا زنا حساب می شود یا نمی شود؟ نه، این زنا حساب نمی شود. هرگاه که شما با زنهای خودتان صحبت میکنین و از بس که مقصد وقتهای زیاد از کنار شما زنهاتان دور است و بعدی مثال همون صحبت کردنتان اگر مثال شما جنابت شود، جنوب شوین یا مقصد اینزال شود، اینجا دا برادرای عزیز این زنا حساب نمیخورد. حمد بی حد آن خدای پاک را که جان بخشید مشت خاک را. السلام علیکم و رحمت الله و برکاته. دوستان عزیز، ما قرار داریم در داروخانه شفافرما با شما داروهای طبیعی از الاختیار شده را از داروخانه شفافرما رو توصیه میکنیم. مثلا برای بزبله شدن، برای بغم درد، برای بقوت کردن مردانگی، برای گمرای ژنسکی здоровья، روانهای تازه سیاه دانه، قیصل هندی و دیگر غیره، برای خراب شدن، فربه پروستات، بسیار داروها را شما از داروخانه شفافرما میتونید با باوری کامل دسترس نمای رقم‌ها در روی اکران زنگ زنید. لیکن یک چیزی شوم دیگه برآمده است برادرای عزیز و گرامی که مثال جوان در دولت‌های بیرون است، کدام دولتی نباشد، و زن در تاجیکستان است، با طریق تلفن از همونجا مقصد شما یکدیگر تان نگاه میکنید. ببینید این حالت ها هم حاضر هست، یعنی این زن مرد نگاه میکند، مرد مثال زن نگاه میکند و با همون سخنهای خیلی فحش و فاحشگیشان مقصد یکدیگر قطعی گویا که مثل که همخوابه شدن. این خیلی کار زیشته، این کار شما نکنید برادرای خیلی مؤمن و مسلمان، این کار شما نکنید. همیشه مثال زن برعکس بر پاکیزگی، بر تازگی، همیشه به تقوا، همیشه به صبر دعوتش کن، زیرا که هرگاهی که این کارهایی را که شما میکنین یعنی تو علاقه در همونجا بودگی ده تو این را گویا که تیار و آمادش میکنی برای دیگران. استاد پسر 14 سالم از دنیا گذشت. 5 سال بیماری رگ بودن. آیا برای عذاب قبر هست یا نه؟ انشاءالله از خدا امید است که در این قصال گناهایی که بود، کمبودیایی که بود، الله با طفیل بیماری همه اونها را از بالای سر بیمارها دور میکنه. خداوند رحمت و مغفرتش گردانه. بابا جان در نماز وقتی سلام دادن السلام علیکم و رحمت الله و الملک و البخیر میگویم یا نه؟ یعنی طریق سلام این از السلام علیکم و رحمت الله، السلام علیکم و رحمت الله. اگر به شرطی که در تردن جماعت باشون، اگر تنها باشون همین السلام علیکم و رحمت الله، السلام علیکم و رحمت الله. اگر به شرطی که در جماعت باشون، در طرف پشت امام باشون، مثال در نیت میگذرانم، در قلب میگذرانم که مثال والایمان بین والبشر والملک، السلام علیکم و رحمت الله، بعد در نیت میگذرانم والایمان والبشر والملک، هم امام هم قوم هم ملائکه را. در طرف چپم که امام نباشد والبشر والملک، یکی این را با دیلم با نیت میگذرانم. هیچ که نباشد مثال ملک، حتما ملائکه ها هستند. السلام علیکم و رحمت الله، مثال ملائکه هم در ذهن میگذرانم. این طرف هم همون. استاد وقتی پدر و مادر از فرزند میرنجند و بعد چند مدت او را میبخشند و در حقش دعای خیر میکنند، در این صورت حال فرزند نزد خدا چی میشد؟ بهترینه اگر وقتی رنجید و بعدا با پدر و مادر مقصد با از روی آنی که فرزندشون خیلی خلاص با رفتارش دیگر کرد، سخنش دیگر کرد، پیش پدرش بخشش پرسید، پدر بخشش با نور بالای نور میشه، هیچی نمیشه. بابای آجی در مهاجرت وقتی به کار میریم پسردیکا 40% معاش را میگیرن و با ما 60% را میدین. آیا این درست است؟ شما چی گفتنی؟ من برادرها در همون رسیا بودم درباره پسردیکا برآمده بسیار دارم.
شما اونا را نگاه کنین. از اوی که مثال من در اینجا چی میگم برای شما، من برنامه بسیار دارم درباره پسردنیکا گپ زدم. برای همین من گفتم که پسردنیک باید آن چیزی را که وعدهش میکنن همون را پیشی همون کارگرا باید بگه. مثال بگد من این کار مقصد $10,000 ده قبول کردم، لیکن از همینجا $1,000 شا میگیرم، $9,000 شا میتونم. دروغ نگه. یا اینکه اگر به شرطی که همونها را دادنی هم که باشد بگه برادرها همینجا در من مثال $9,000 برای همین کار شما مقصد آیا در همین راضی هستین یا نیستین. لیکن در همین جده هم باید مقصد اونقدر فایزی نماند که حتی از زحمت و مهنت یا زیادتر باشد. برای همین خوب و بهترش به شبهش همینه، میگه که نمی قدر پولای من همی قدرش هم میگیرم، اینایش شما را میتونم مرحمت کار آغاز کنید. انای پسردنیک انشاءالله یگان جایی بگیم برای آدم لقمه حرام نمیشه. در مسکو وقتی نماز است با مذهب ابو حنیفه دیگر وقت است با 3 مذهب دیگر. آیا ما میتونیم که با وقت شافعی و مالکی و حنبلی نماز خوانیم؟ اگر نمازها با 4 مذهب فقط در همین یک نماز عصر بین مذهب حنفی و بین مذهب جمهور فرق میکنه. لیکن اگر در همون ساعتی که مقصد جماعت شوه و با موافق هم مذهب جمهور یعنی شافعی و مالکی و حنبلی شود، شما نماز خوانید، نمازاتون درست میشه. استاد من در فرمه خوگوها کار میکنم، نماز خوانده نمیشود. آیا معاشی که من میگیرم حلال است؟ معاشت حلاله برادر عزیز. چرا؟ مثال این اجاره گذاشتن نفس درسته. مثال فرمه خوگوها هست، کشتنی خوگوها هست، مثلا پولش برای تا حلاله، لیکن نمازات ترک نکن. حتما حرکت کن که در وقت نماز رفته آوازی کن، لباسای نمازیت باشد، نمازات بخوان، با بیا کارت دوام دادم بگیر. خب در یک رکعت نماز 3 سوره بخوانی جایزه؟ جایزه. در یک رکعت اگر 10 سوره که بخوانی جایزه، یعنی همین 3 آیت زیاد بخوان. اگر چند سوره میخوانی اجازت ہے. در بعضی دعاها صوفی کوفی میگویند. چی معنا دارند؟ البته اینها اشاره به سوی حضرت امام ابو حنیفه است که حضرت امام ابو حنیفه را همچون آدم صوفی به معنای که بسیار آدم پاک دامن بودند، بسیار پاک طینت بودند، و همچون کوفی به معنای که از کوفه عراق بودند. این در شهر کوفه عراق بود، برای همین کوفیش میگفتند. بابای حاجی من شوهر دویم کردم و من بعد رفتار میکنم. میگوید هر مردی که شب اول را با همان بودی در قیامت با همان میخیزی. آیا این حقیقت دارد یا ندارد؟ اکو اختیار شوهر در دست زنه. یعنی اگر زنی که مثال 2 شوهر میکنه، 3 شوهر میکنه، روز قیامت خداوند اختیارش میده که با کدامی همه در جنت بخواهی همش اختیار میده. استاد من با سودای چاروا مشغولم. با طور مثال یک گاو را 4,000 میخرم و با وقت معین پرورش میکنم، نگاه و بین میکنم. استاد من همین را باید چی مقدار فروشم که نزد خدا گناهگار نشوم؟ اگه برای در دین فایزی مخصوص نیست. یعنی امروز اگر من یک گاو خریدم، اگر پگه بازار بیارم، امروز اگر 4,000 گرفتم، پگه هم که بازار دا بیارم 5,000 بفروشمش برای من حلاله. همون روز اگر ایبو لوی بازار بگیرم با این لوی بازار را بیارم، اگر 100 سوم بالاش تمامم درسته. برای همین این طریق یگان نرخ معین نیست برادر عزیز. همون بازار را دیده نرخ تا میگذاری. بابای حاجی زنی برادر را اپا یا خواهر گفته میتوانیم و با او مثل اپا و خواهر خود معامله کنیم جایز است یا نه؟ میشه زنی برادرم یا محرمای موقتی هم.
اگه با اینها تنها شیده نمیتونین، با اینها تنها در یک خانه ایستاده نمیتونین و همچون بگیم که اپا و خواهر گفته اونها خطی شما سلام میلش، لیکن اونها را یکم بوسه کردن و یا خطیشان شوخی کردن و اینهاش اجازت نیست، ولی میلش اپاش میگوی خواهرش میگوی چی باکی نداره. بابا جان من یک جوان 17 ساله در غریبی مدت 5-6 ماه می شود وسواس می شوم، بسیار فکر و عقیده نادرست میکنم که حتی در نویساندن شرم میکنم. استاد من چیکار کنم؟ بسیار میترسم از این فکر و عقیده. انشاءالله یگان جای ترس نیست، شما نترسید، زیرا شیطان بسیار انسان وسواس میکنه و میخواهد که خیلی فکرها و عقیده های بد بیارد در ذهنهای شما، حقارت ها میارد. لیکن انشاءالله که شما که غمگین میشین، شما که میترسین، همه علاقه توبه همه برای شما در شما یگان زلال زیان نیست انشاءالله. فقط شما بیشتر لا حول ولا قوة الا بالله بسیار بگین، آیت الکرسی بخونین، در آب بخونین، صوف کنین، همه را بنوشین، خدا خواهی درد شما دور میشه. اسم اصلی ابوبکر صدیق عبدالله هست یا ابوبکر؟ عبدالله بود. ابوبکر این کنیتش بود، یعنی لقبش بود. استاد قبر آدم نمازخوان را هم فشار میدهد یا تنها به نمازان را فشار میده؟ سعد ابن معاذ برادرای عزیز میدونید چقدر مقام و مرتبه داشت، یکی قبر جقی داشت و صحابی پیامبر بود و پیامبر در بالای قبرش ایستاد، دعا و مغفرت کرد، یکی قبر جقی داشت. برای همین این مخصوص برای اون نیست که آدم بی نماز میجقد و به نماز شنی، یعنی جقیش قبر این حق است. فقط از الله مهربان توبه کن که خداوند از این گونه دهشت و مشکلاتش ما و شما را خلاص بگرداند. مرد با طریق پیامک گوید که جوابت را دادم، نکاح بریده می شود یا نه؟ بله. اگر مرد با طریق پیامک، یعنی همون مثال هر یک نوعی که باشد، اگر تصدیق کند که همین سخنی محض، همینجا طلاق واقع میشه. قرآن را به استاد حفظ کنی و بعدا نزد یک قاری قرآن رفته، مقصد نزد یک قاری قرآن رفته سپاری جایز است، چون که من در جوانی هم 4 پاره را حفظ کردم، حاضر میخواهم که دوام دهم، ولی استاد ندارم. اگه به استاد قرآن خوانده نمیشود. اگر شما نیافتید، اینترنت درس های اینترنتی هست، شما در اونجا درس های قرآنی نویسین میبراید، با از روی اون درس ها هم اگر از یاد کنین، لیکن حتما پیش یک نفری که قرآن درست میخونه حتما سپاریدنتون در کاره. قسم به بزرگی الله خوری ولی قسمت رو شکنی چی حکم داره؟ یعنی به الله هر کسی قسم میخورد باید 3 روز روزه بگیره یا 10 مسکین طعام بده، یعنی 500 سوم باید در دست 10 تا مسکین باید که ما بتیم. آیا فرزند حق بخشیدن پدر و مادر را دارد یا باید تنها آنها بخشد؟ البته پدر و مادر می بخشد، لیکن بعضی مثال ناحقی هایی را که اگر پدر و مادر در حق فرزندان کرده باشد، اگر نگه هم مثال بچه می همیجا خیلی مرا ببخش، همین فرزند خودش باید که دیگر همون خطای پدر را به زبان نیارد. خوبش اینه برادر عزیز، ما اونها را نداریم تری حقی که تو در همینجا خطا کردی تایما بخشش بپرس. همون دیدی که خطا های نادرست های، همون خودت سکوت کن، خودت مقصد دیگر قطعی پدر بگو نکن، انشاءالله اینش بهتره دادر عزیز.